الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم به یکی از سوالهای شما جواب میدهیم ان شاء الله. السلام علیکم حاجی جان، درباره طلاق یک دو سوال داشتم، میخواستم جوابش را میدادید. زنم قهر کرده به خانه مادرش رفت و قریب یک ماه نه او زنگ زد و نه من. بعد یک ماه من با مادرم یک خانه دیگر کس خواستگاری رفتیم و پیش از رفتن من به مادرم گفتم که اگر از زنم پرسند گویی که جدا شدگی‌اند و ما رفتیم وارد خانه دختردار شدیم و مرا با او دختر واخوری انداختند و من به او دختر دروغ گفتم که من از زنم 4 ماه پیش جدا شدم، ولی من از زنم جدا شدگی نیستم. به خاطر که آن دختر را به من دهند گفته همین دروغ را گفتم که از زنم جدا شدم. و سوال من همین که آیا در همین حالت من از زنم جدا شدم؟ التماس تیزتر جواب دهید. پیشکی رحمت. خوب برادر عزیز، شما با همین کارتان دو خطاگی را اجرا کرده. یکمش این گناه دروغ است که البته این گناه کبیره است. الله تعالی در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای آنهایی که ایمان آورده اید، دعوای بنده مؤمن من مسلمان هستم میگوید، الحمدلله من مسلمان هستم میگوید، اتقوا الله، از الله تعالی بترسید، و کونوا مع الصادقین، شما همراه راست قولان باشید، نه اینکه همراه آنهایی که دروغ میگویند و کذاب هستند. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسئله دروغ گفتن خیلی سخت ایستاده هستند. روز صحابه میپرسند از پیامبر صلی الله علیه و سلم، میگویند که آیا بنده مؤمن و مسلمان یک کار خطا رو میکند؟ یک چند خطاگی ها رو میگویند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بله، خیر بندگی است. انسان گاه وقت میشود که مجبور میشود میدزدد، گاه وقت فلان کار رو میکند، این کار رو میکند. وقتی گفتند که آیا مؤمن دروغ میگوید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم نه، هرگز. همه کار کندن دروغ نمیگوید بنده مؤمن. صفت منافق است که منافق دروغ میگوید. یا همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که امام بخاری و امام مسلم روایت کرده‌اند، متفق علیه است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید ایاکم والکذب، شما از دروغ پرهیز کنید، زیرا اینکه انسانی که دروغ میگوید در نزد الله تعالی دروغ زیاد دروغ گفتن میگیرد، حتی یکتب عند الله کذاب، در نزد الله تعالی کذاب نوشته میشود. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الکذب یهدی الی الفجور و ان الفجور یهدی الی النار. میگن دروغ انسان رو به فجور برده میرساند. فجور یعنی انسانی بیرو میشود، انسانی میشود که بیناموس میشود، انسانی میشود که فاسق، فسق و فجور. و ان الفجور یهدی الی النار، و همین فسق و فجور به دوزخ میبرد انسان را. آخر در نزد الله تعالی کذاب، یک انسانی دروغگویی، درویه، مثل منافق شده میرود. و همچنین خطاگی دوم این چی است؟ خطاگی دوم غش، فریب دادن. یک عائله را فریب داده ایستاده، تو از همسرت جدا نشدی، طلاقش رو ندادی و به این نفر، به این عائله، به این زن میگویی که من عائله ندارم، من جدا شدم. یا متاسفانه امروز، متاسفانه الله تعالی هدایت کند، حتی همین خیلی سوالها هم اومده بود، میگوید که من با یک جوان دختر شناخت شدن خواستم و وقتی پرسید که عائله داری، گفتم نه عائله من جوابش دادم. میگویند که با عروسم دروغ گفتم تا اینکه به من چی کنه؟ عشق ورزی کنه. نعوذ بالله، الله پناه دهد. و چنانه که گفتیم این نفر یک عائله را فریب داده ایستاده است. این خطاگی دوم. یکمش دروغ گفت، گناهی بزرگ است. دومش فریب داد که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است، امام مسلم روایت کردند این حدیث را. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من غشنا
فلیس منا. کسی ما مسلمان ها را فریب میدهد از جمله ما نیست، او از جمله مسلمان ها نیست. زیرا که مسلمان یک برادر خودش را فریب نمیدهد. فریب هم چنانه که دروغ یکی از نشانه های منافقانه است، فریب هم یکی از نشانه ای که از اهل نفاق است. بنابراین دو خطاگی را اجرا کردند، یکی دروغ گفتند، دویمش فریب دادند. اما حکمش چی باشد؟ وقتی دروغ گفت که من جوابش را دادم یا بله من جدا شدگی هستم گفت، شریعت چی میگوید؟ در این مسئله اختلاف است بین اهل علم، ولی اکثریت علما گفتند که طلاق می شود، همسرش برو چی می شود؟ در این حالت طلاق می شوند گفتند. در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه چنانه که ما و شما میدانیم دو نمود حکم است، یکی قضاء، دویمش دیانتا. قضاء در نزد قاضی، وقتی پیشتر قاضی بود حاضر سود، در نزد قاضی وقتی اقرار می شود، بعد اقرار شدن قاضی دیگر بین آنها تفریق میکند، جدا میشن. طلاق طلاقش دادم که گفت در نزد قاضی طلاق میشود، اما دیانتا در نزد بین خود انسان و بین الله تعالی همسرش باقی میماند، بین آنها طلاق نمیشود. ولی به هر حال برادران عزیز نباید که این عائله یک چیزی مقدس است. عائله، همسر یک چیزی که حرام بود، یک نفری که یک زنی که نامحرم بود با دین الله تعالی، با نکاح و حضور شاهدین شما چیکار کردید؟ آن چیزی که حرام بود حلال کردید، محرم شما شد. نمیزیبد، نمیسزد که ما و شما با یک چیز مقدس هزل و شوخی کنیم یا دروغگویی کنیم، گوییم جوابش را دادم، در حالی که شما زنی شما است. بنابراین از الله تعالی بترسیم و نکاحی که الله تعالی برای ما و شما همچون نعمت، الله تعالی زنهایی که نامحرم هستند با نکاح حلال می شوند، میثاق غلیظ، الله تعالی یک عهدنامه و میثاق غلیظ نامیده است. الله تعالی این چیز را ما قدر و قیمتش را دانیم. زنان، همسران و فرزندان خود قدر آنها را، قدر و قیمت آنها را بدانیم و به قدرشان برسیم. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی عائله های ما و شما را مستحکم بگرداند و الله تعالی ما مردان را هدایت فرماید و الله تعالی ما مردان را مسئولیت شناس گرداند و این دنیا و آخرت سربلند و سرفراز و سعادتمند بگرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.